اگه واقعا قصدتون اینه که ویزای آمریکا رو دریافت بکنین و واقعا میخواین بهترین کار رو برای ویزاتون انجام بدین و کمترین ریسک رو بکنین، یه سری کارها هست که حتما نباید انجام بدین، چون در غیر این صورت فقط وقت و هزینه خودتون رو تلف کردین. من سه مورد که میبینم بیشترین اشتباه بچه‌ها دارن انجام میدن رو میخوام تو این ویدیو کاور بکنم. باز ممکنه موارد دیگه‌ای باشه، اگه به ذهنمون رسید توی ویدیوهای بعدی حتما عنوانش میکنیم. اصلی ترین و مهمترین کاری که نباید انجام بدین اینه که به هیچ وجه با دوره زبان برای ویزای دانشجویی اقدام نکنید. این خیلی مهمه، به خاطر اینکه خب الان پذیرش دوره زبان یکی از راحت ترین پذیرش و یکی از راحت ترین کارهاییه که میتونین انجام بدین. اینکه فقط بخواید یه کار راحت و بدون دردسر برای خودتون انجام داده باشین، از سرتون بندازین بیرون و تلاش بکنید ببینید چطور میتونید کیستون رو با ریسک خیلی کمتری ببرید برای ویزا. چون همینطوری اگر با نمره زبان و پذیرش خوب و دانشگاه عالی و فاند کامل همه چی هم برین، باز احتمال ریجکتی ویزاتون 50-50 است. در حال حاضر متاسفانه اکثر مؤسسات مهاجرتی که میخوان به حالا منافع مالیشون برسن، میان به شما پیشنهاد میکنن که آره بیا یه دوره زبان برات پذیرش میگیریم، یا آره بیا بدون مدرک زبان برات پذیرش میگیریم. این پذیرش‌ها هیچ ارزشی نداره، یعنی این پذیرش‌ها رو نگیرین بهتره. حالا ممکنه بپرسی بگی خب من زبان ندارم چیکار کنم، بهم هیچ جا پذیرش نمیدن. خیلی راههای مختلفی هست که شما بتونید به دانشگاه ثابت بکنید که زبانتون به حد کافی خوبه. یه سری از دانشگاه‌ها ممکنه ازتون نمرات آزمون‌هایی رو بخوان، بقیه دانشگاه‌ها ممکنه یه سری کارهای دیگه براتون بتونن انجام بدن که ارزیابی رو انجام بدن. ارزیابی زبان شما فقط و فقط به دانشگاه مربوطه و به سفارت آمریکا هیچ ارتباطی نداره که شما چه آزمون زبانی رو دادی، چجوری به دانشگاه ثابت کردی زبانت خوبه. نتیجه ارزیابی زبان شما توی نامه آیتوانی که دانشگاه بهتون میده نوشته میشه که آیا این دانشجو که داریم به دانشگاه ما توی این رشته درس بخونه زبانش پروفیشنت هست یا نیست. این یه قسمتی قشنگ داره که دانشگاه اون رو میزنه yes یا no و اون به آفیسر نشون میده شما زبانتون اوکی هست یا نه برای اون درسی که میخواین بخونید. و وظیفه ارزیابی این داستان به عهده دانشگاه است. بنابراین اولین توصیه که میتونم بهتون بکنم و مهمترین نکته‌ای که باید رعایت بکنید اینه که به هیچ وجه با دوره‌های زبان برای ویزا اقدام نکنید. به حرف بقیه هم کاری نداشته باشید که دختر عمتون با دوره زبان ویزا گرفته، فلانی رو دیدین با دوره زبان رفته آمریکا. ما هم داشتیم از این کیسا که 1 در میلیون هستن و با دوره زبان ممکنه که با سنای بالا حتی ویزا آمریکا رو بگیرن. ولی این کار عقلانی نیست، کار ریسکی هستش و احتمال گرفتن ویزاتون خیلی 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 نزدیک به صفره. پس اگه نمیتونید ملزومات زبان و دانشگاه رو برای رشته‌ای که انتخاب کردین برآورده بکنید، به فکر اینکه بخواید برید دوره ESL و پثوی و اینا اقدام بکنید اصلا نباشین. اصلا کلا اگر که نمیخواید برای زبان هیچ کاری بکنید، در این بخشی هستش که جلوی مهاجرتتون رو به آمریکا گرفته و اصلا اقدامتون رو گرفته، یه تماس با شرکت ما میتونید داشته باشین. راهنماییتون میکنن بچه‌ها که چه راههایی رو دارید. بنابراین ریسک واسه خودتون بیشتر از چیزی که هست نکنید و اگر نیاز به کمک دارین حتما کمک بگیرین، مشاوره بگیرین، مشورت بگیرین، ببینین بقیه دارن چیکار میکنن، شما چه کارایی میتونین بکنین. شاید سری آپشنا باشه هیچ کس راجبش ندونه و حتما تا میتونید مشورت بگیرید، مشورت از آدمای درست. نکته دوم که خیلی نکته مهمیه، من روزشم تو اینستاگرام میگشتم مثلا تبلیغاتایی رو دیدم که آره ما از فلان دانشگاه برای فلان دانشجو پذیرش سرتیفیکیت نمیدونم فلان دانشگاه رو تو رشته بیزنس ادمنستریشن گرفت. اگه دارین برای دانشجویی برای آمریکا اقدام میکنین، جدا از این که خب بدون زبان نباید اقدام کنین، به هیچ عنوان با سرتیفیکیت، با دیپلم‌ها، با این مقاطع تحصیلی اقدام نکنین. اصلا مقطع تحصیلی به حساب نمیاد و نامه آیتونی که شما دریافت میکنین حتما برای اینکه بتونید در واقع ریسک ویزاتون رو به نزدیک به صفر برسونید، بهتره که دیگری باشه. تعریف دیگری چیه؟ به لیسانس، فوق لیسانس و دکترا میگن دیگری. بنابراین شما حتما باید یا بچلر پذیرش بگیرید یا مسترز پذیرش بگیرید یا پی اچ دی. به غیر از این سه اگر چیزی توی آیتونیتون نوشته، آیتونی رو نظرم پاره کنید و اصلا هیچ وقت باش برای ویزا اقدام نکنید. این
این یه مورد خیلی مهمه دیگه. اصلا همه این صحبتایی که حالا داره میشه علت داره، علتش هم اینه که اینا پذیرش‌های خیلی ساده‌ای هستن، پذیرش‌هایی هستن که ما براتون یه روزه میتونیم بگیریم یا میتونیم مثلا میتونم ویدیوشو درست بکنم، یه اسکرین رکورد بگیرم بهتون هزاران دانشگاه معرفی بکنم تو آمریکا که خودتون بتونید چند ساعته پذیرش این رشته‌های الکی پلکی و دوره زبان و این چیزا رو بگیرید. اصلا چیزی نیست که بخواید بابتش هزینه بکنید، به کسی پولی بدین که بخواد براتون بگیره. ولی این کارو نکنید. باش واسه ویزا اقدام نکنید. این کار منطقی نیست. این دومین مورد. حتما پس برای دیگری ها اقدام کنید، یعنی لیسانس، فوق لیسانس یا پی اچ دی. سومین مورد که خیلی خیلی مهمه، اینستاگرام ما رو داشته باشین و دقت بکنید به موضوعاتی که ما دربارش پست و استوری میذاریم. دیگه میدونین پذیرشی که شما میگیرین همیشه باید مرتبط به تحصیلات قبلیتون باشه. به هیچ وجه حاضر نشید که شرکتی، مؤسسه، فردی برای شما MBA اقدام کنه. حتی اگر رشته‌تون در مقطع لیسانس BBA هم بوده، بچلر بیزنس ادمنستریشن هم داشتین، MBA اقدام نکنید. هزار رشته هست که میتونید تو مستر ازش استفاده بکنید برای ادامه تحصیلتون، ولی MBA انتخاب نکنید. MBA یه رشته پولساز برای دانشگاه شده. یه رشته‌ایه که بیشتر داره جیب دانشگاه ها رو پر میکنه و بیشتر هدف مالی اون دانشگاه هست، پولسازی هست، شهریه‌هاش بالاست و پذیرشاش خیلی خیلی ساده است، خیلی راحته. اونم اگه بخواید من برای پذیرش‌های MBA هم میتونم براتون یه سری ویدیوهای آموزشی درست بکنم، خودتون انجامش بدین. ولی خب پذیرشش هم گرفتین، برای ویزا باش اقدام نکنید. به درد ویزا نمیخوره پذیرش MBA و ریسک بسیار بالا داره. از نظر من اگه کسی بخواد واقعا ویزا بگیره و واقعا هدفش این باشه که هر کاری میتونه انجام بده که به ویزا منتهی بشه، دوست داره که ریسک اقدامش رو کم بکنه. کارتون به یک فرد دیگه، به یک مؤسسه دیگه میسپارید، دیگه خب زحمتی برای شما نداره. مؤسسه باید بدونه که چیکار داره میکنه و زحمتش رو بکشه. بنابراین به نظر من هیچ وقت قانع نشین که مؤسسات یا افرادی که دارن بهتون کمک میکنن این سه تا کار رو انجام بدن. پذیرش بدون مدرک زبان براتون بگیرن، پذیرش غیر مرتبط به رشته تحصیلیتون بگیرن و برای مقاطع سرتیفیکیت و دیپلم و این چیزا براتون اقدام بکنن.